آخر ماه اجاره رو کم کردم، قسطا رو کم کردم، 4,500 دستم. دلم هم یه جای کویری میخواد. دقیقاً همینجا. ساختمونای کاگلی، دربای چوبی دولنگه و پشت بوم. دقیقاً نمیدونستم کجای نقش است. پس از مسئول اقامتگاه پرسیدم. بهم گفت بیا شاهرود، ساعت 5 و 6 صبح وایسا با سرویس بیا روستا. پس منم با مریم، همون رفیقی که هیچ وقت بهم نه نمیگه، سوار ماشین شدم. اینجا ساعت 8، من ساعت 9 باید آنلاین شم. قطعاً بهم مرخصی نمیده آخر هفته. عکساش معلوم نبودن خوشگله اینجا. وقتی رسیدیم اقامتگاه، آقای کیقوبادی دوان ما رسوند. منم سریع آنلاین شدم. رأس ساعت 9. برنامه اینجوری بود که رو پشت بوم چای و نون و ماست می‌خوردیم، می‌رفتیم تو کوچه پس کوچه‌ها قدم می‌زدیم، دور آتیش می‌شستیم، کشک بادمجون می‌خوردیم که فوق‌العاده بود. خانوما شب بار میزنن تا صبح همه مردم میان بگیرن میبرن مخورن که دعا کنن بارون بباره. شب آخر به دعوت آقای کیقوبادی قرار شد بریم کلبهشون کنار پارک ملی توران که نه آب هست نه گاز نه برق. حتی با پراید رفتنم منطقی نبود ولی ما رفتیم. به ما قول یه غذای جذابو دادن به اسم دیگ پلویی. این دیگو میذارن وسط دهنای سوخته، داخلش برنج و گوشت و سیب زمینی و چندین ساعت هم باید بمونه. پس تا این آماده بشه ما رفتیم برای گپ و گفت. به کنارم ز عشقت بیقرارم، حالا من رو از کنارم، به خدا دوست میدارم. اینو خوبم دم نکشیده یه ذره بخورین تو باید بیشتر دم برین بهشون بری یا خودش من استرس پختن گوشته رو داشتم. به دستتون درد نکنه. زحمت کشید. کیسه خانم ما رو دعوت کرد بریم خونهشون. پس رفتیم روستای رضاآباد. این مسیرم پیاده رفتیم. تو راه رفتنمون خوش کردن فلفلا رو هم دیدیم، کلی هم قدم زدیم، قبرستونم رفتیم. دوست بنده خیلی علاقه زیادی به قبرستون داره و هر جایی که بره دوست داره قبرستونش رو ببینه. وقتی با هزینه خیلی کم میری سفر، همه چی حساب شده است. مگر اینکه برف بزنه و از اتوبوس شاهرود به تهران جا بمونی و مجبور شی دوباره پول بدی.